السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف علیه السلام حکم خود را بسیار با حکمت شروع کرد و در سرزمین مصر خیر و برکت زیادی شد. اولین کار خود را با کشتکاری گندم شروع کرد و گندم زیادی را ذخیره کرد و همچنانی که خواب پادشاه را تعبیر کرده بود، بعد از 7 سال خشکی و قحطی آمد. منطقه های نواحی مصر هم در خشکی و قحطی بودند. مردم را بسیار مشقت شد. یعقوب علیه السلام در فلسطین زندگی میکرد. اهل فلسطین هم بسیار مشقت کشیدند و هر کجای میرفتند برای خرید خوراک قیمت شده بود و یا اینکه یافت نمیشد. کسی با آنها گفت در مصر خوراک قیمت نشده است. برای که خوراک را بخری باید اهلت را با خود ببری تا که به تعداد شخصان خانواده خوراک فروخته شود. یعقوب علیه السلام فرزندانش را به مصر فرستاد. وقتی آنها به مصر داخل شدند، یوسف علیه السلام آنها را شناخت، اما آنها یوسف علیه السلام را نشناختند. یوسف علیه السلام از آنها پرسید چند نفر هستید در عائله؟ گفتند 12 برادر بودیم. یک برادرمان را گرگ خورده است و یک برادر خردی دیگر داریم که با پدرمان است. یوسف علیه السلام امر کرد که به آنها از آنچه پرداخت کردند زیادتر داده شود و گفت برادر خردتان را بار دیگر که آمدید با خود بیاورید. اگر او را با خود نیاوردید پس به سرزمین مصر نیایید. و به خدمتگاران گفت پرداخت گندم را به آنها برگردانید، یعنی پنهانی برگردانید. شاید که اگر آنها یعنی به فلسطین برگشتند و پرداخت را دیدند که به آنها بازگردانده شده است، آنها بار دیگر برگردند به مصر. برادران یوسف علیه السلام برگشتند به فلسطین. به پدر خود گفتند در آینده برای ما گندم نمیدهند تا که برادر خود را ببریم، ما او را نگهبان خواهیم بود. یعقوب علیه السلام گفت آیا شما را بر او امین دانم همان گونه ای که پیش از این نسبت به برادرش امین داشتم؟ خداوند بهترین نگهبان است. یعقوب علیه السلام راضی نشد. وقتی باری خود را کشادند، پرداخت شده مال را یافتند که برگردانده شده بود. گفتند ای پدر، ما دیگر چی میخواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده است. پس برادر ما را با ما بفرست و برای خانواده خود آذوقه میآوریم و برادر خود را حفظ میکنیم و یک بار شتر زیادتر میآوریم. یعقوب علیه السلام راضی شد به شرطی که قسم یاد کنند که او را سالم برمیگردانند. آنها قسم یاد کردند و وعده دادند. یعقوب علیه السلام گفت خداوند بر آنچه میگویم نگهبان است. فرزندان یعقوب تیاری خود را دیدند و در حال حرکت قافله بودند. یعقوب علیه السلام گفت ای پسران، از یک دروازه ندرآیید بلکه از درهای گوناگون درآیید. یعقوب علیه السلام ترسید که کسی آنها را چشم میکند و گفت توکلتان بر خدا و قافله حرکت. یوسف علیه السلام مهمانان را بسیار خوب پیشواز میگرفت. وقتی برادرانش رسیدند، آنها را جای استراحت داد و هر دو را یک حجره داد. برادرش بنیامین تنها ماند، یعنی 11 نفر بودند. هر دو در یک اتاق در یک حجره ایستادند. 11 بنیامین است، تنها ماند. یوسف علیه السلام گفت بنیامین با من است، یعنی برادر خردی شما با من است. وقتی هر که به حجره خود در آمد، یوسف علیه السلام بنیامین را در آغوش گرفت و گفت من برادرت یوسف هستم. پس از آنچه آنها انجام میدادند اندوهگین مباش. آنها بنیامین را هم اذیت میدادند. وقتی استراحت کردند و آذوقواری خود را گرفتند، تیاری به حرکت شدند، یوسف علیه السلام جام آبخوری پادشاه را در بار برادرش بنیامین گذاشت. وقتی قافله حرکت کرد، کسی ندا کرد ای کاروانیان، بدون شک شما دزد هستید. کاروان استاد
گفتند چه چیزی را گم کرده اید؟ گفتند جام پادشاه را گم کرده ایم و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر جایزه دارد و من ضامن این وعده هستم. گفتم قسم به خدا شما میدانید که ما نیامده ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم. آنها گفتند اگر دروغگو باشد چی جزا است؟ گفتند جزا کسی که جام در بارش پیدا شود پس خودش جزا است که غلام شما خواهد بود. در شریعت ما این گونه جزا است. در مصر کسی دزدی میکرد یا کشته میشد یا عذاب داده میشد. برای همین یوسف علیه السلام خواست که برادرش را سالم گیرد. پس شروع کردند به جستجوی بارها. اول از دیگر برادرانش شروع کردند تا که جام را از جای برادرش یافتند. برادران گفتند اگر او دزدی کرده باشد تعجب نیست. برادرش هم پیش از این دزدی کرده بود، یعنی یوسف پیش از این دزدی کرده بود. یوسف علیه السلام وقتی خرد بود و در عراق زندگی میکردند، بابایش از طرف مادرش بت پرست بود و بت بابایش را دزدیده بود تا که عبادت نکند، تا که پرستش بت نکند. وقتی گفتند که یوسف هم دزدی کرده بود، یوسف علیه السلام غضبناک شد ولی صبر کرد و در دل خود گفت شما از نظر مرتبت بدترین مردم هستید. خداوند با آنچه توصیف میکنید آگاه تر است. بنیامین را با خود گرفت. برادرانش گفتند ای وزیر، او پدری پیری دارد که از دوری او سخت ناراحت می شود. یکی از ما را با جای او بگیر، بیگمان ما تو را از نیکوکاران می بینیم. یوسف علیه السلام گفت پناه بر خدا که ما جز آن کسی که جام را در بارش یافتیم دیگر را بگیریم، بیگمان در آن صورت ستمکار خواهیم بود. بسیار یوسف علیه السلام را زاره و تولا کردند لکن هیچ جوابی مثبتی نبود. وقتی دیدند که هیچ فایده نیست، از شهر بیرون رفتند و جمع شدند و بین یکدیگر مصلحت میکردند. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا. این آیت را وقتی یکی از صحرانشین‌های عرب شنید گفت این سخن انسان نیست. پس چون برادران از یوسف ناامید شدند به گوشه رفتند. برادر بزرگشان گفت آیا نمیدانید که پدرتان از شما به نام خدا پیمانه گرفته است و پیش از این نیز درباره یوسف کوتاهی کردید؟ پس من هرگز از این سرزمین مصر بیرون نمی شوم تا پدرم به من اجازت دهد یا خداوند درباره من حکم کند. او بهترین حکم کنندگان است. شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید ای پدرجان، بیگمان پسرت دزدی کرد و ما جز با آنچه میدانستیم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم و از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با آن بودیم بپرس و بدون شک ما راستگو هستیم. در این بار راست گفتند، اما دیگر آنها را باور کردن خیلی مشکل بود. یعقوب علیه السلام گفت حقیقت چنین نیست، بلکه هوای نفس شما کار ناخوبی را برای شما آراسته است. پس کار من صبر است. امید است همه آنها را خداوند به من بازگرداند. بیگمان او دانای حکیم است. یعقوب علیه السلام از پسرانش روی گردان و گفت افسوس بر یوسف و چشمانش از ضیقی و اندوه سفید شد. اندوه خود را فرو می برد. اهلش آمدند و گفتند به خدا قسم پیوسته یوسف را یاد میکنی تا آنکه سخت بیمار گردی یا بمیری. یعقوب علیه السلام گفت من به شما شکایت نکردم و غم و پریشانی خود را به خدا میگویم و به سوی او شکایت میبرم و از خداوند چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید. ای پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید، چرا که جز گروه بی ایمان از رحمت خدا ناامید می شوند.
در این بار چیزی نداشتند که برای پرداخت گندم بدهند، یک کمی از چیزهای ارزان داشتند. هیچ یک از تاجران نخریدند از آنها. پس به نزد یوسف علیه السلام برگشتند. هر وقت گندم می خریدند برای 1 سال کفایت میکرد. برادران به یوسف گفتند ای وزیر، به ما و خانواده ما سخت گرسنگی رسیده است و با خود چیزی اندکی آورده ایم، پس گندم را برای ما پره بده و بر ما صدقه کن، بیگمان خداوند بخشندگان را پاداش می دهد. وقتی بسیار زارا کردند یوسف فهمید که در حالت سخت گرفتارند. گفت آیا دانستید با یوسف چی کرده هنگامی که نادان بودید؟ برادران گفتند آیا براستی تو همان یوسفی؟ گفت بله، من یوسفم و این برادر من است. یقینا خداوند بر ما منت گذاشت. همانا هر کسی پرهیزگاری و صبر کند، بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. وقتی یوسف را در چاه انداختند 12 ساله بود. اکنون 34 سال داشت، یعنی از بین 22 سال گذشت. برادران گفتند به خدا قسم، یقینا خداوند تو را بر ما برتری داده و حقا ما خطاکار بودیم. یوسف گفت امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست. خداوند شما را می بخشد و او مهربان ترین است. این لباس من را ببرید و بر چهره پدرم بگذارید تا بینا گردد و همه خانواده خود را نزد من بیاورید. وقتی برادران از مصر حرکت کردند، پدرشان به مردمی که در اطرافش بود گفت یقینا من بوی یوسف را میابم. یعنی بین مصر و فلسطین 8 روز راه بود. اگر من را به کم عقلی نسبت ندهید. مردم گفتند به خدا قسم، بیگمان تو در همان اشتباه دیرینه هستی. پس چون شخص خوشخبری را آورد که کاروان میرسد و پسرانش آمدند، لباس را به چهره پدرشان گذاشتند. یعقوب علیه السلام بینا شد. گفت آیا به شما نگفتند که من از سوی خدا چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید؟ برادران گفتند ای پدر جان، برای ما درباره گناهمان آمرزش بخواه، بیگمان ما خطاکار بودیم. یعقوب علیه السلام گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم. بدون شک او آمرزنده مهربان است. برادران تیاری دیدند و به مصر حرکت کردند. یوسف علیه السلام آنها را در نزد دروازه مصر انتظار بود. پس چون بر یوسف وارد شدند، یوسف پدر و مادرش را در آغوش گرفت و نزد خود جای داد و گفت همگی به مصر درآیید، اگر خدا بخواهد در امن و امان خواهید بود. پدر و مادرش را در تخت نشاند و همگی برای او به سجده افتیدند. یوسف گفت ای پدر جان، این تعبیر خوابم است که از پیش دیده بودم. پروردگارم آن را راست گرداند و تحقیق بخشید. یقینا به من نیکی کرد هنگامی که من را از زندان بیرون آورد و شما را از بیابان به اینجا آورد، بعد از این که شیطان میان من و برادرانم فتنه و فسادی کرد. بیگمان پروردگارم با آنچه که میخواهد تدبیر کننده است. همانا او دانای حکیم است. پروردگارا، بهره عظیمی از فرمانروایی به من عطا کردی و از علم تأویل خواب به من آموختی. خالقی پدید آورنده آسمان ها و زمین تویی. کارساز من در دنیا و آخرت مرا مسلمان بمیران و به شایستگان برسان. در این وقت یعقوب علیه السلام 130 سال عمر داشت وقتی به مصر آمد. یوسف علیه السلام باشد 39 سال داشت. یعقوب علیه السلام زندگی خوبی را گذراند در مصر و 17 سال در مصر زندگی کرد و در عمری که 147 سال داشت وفات کرد. یوسف علیه السلام باشد در عمری که 110 سال داشت وفات کرد.
انشاءالله تعالی در نوار بعدی قصه ایوب علیه السلام را نقل میکنم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.